روز سه‌شنبه سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان ابراز داشت که بر اثر حمله‌های هوایی و عملیات امنیتی در کناره‌های شهر فیض‌آباد، طالبان به خسارات جدی مواجه شدند. جای حملات هوایی و زمینی نیروهای دفاعی و امنیتی از دو روز به این طرف در حومه‌های شهر فیض‌آباد تلفات سنگینی برای گروه طالبان وارد شده است و ضمن وارد شدن تلفات ساعات زیادی دوباره از کنترل این گروه خارج گردیده است. فیض‌آباد مرکز مأموری ولایت شمالی بدخشان افغانستان است که با تاجیکستان هم مرز می باشد. روز یکشنبه 4 ایول صدها سرباز افغان به فشار طالبان تاب نآورده به تاجیکستان فرار کردند. روز 6 ایول مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که سربازان فراری از تاجیکستان به افغانستان برگشتند و همچنان نزدیک به 2300 نظامی دیگر که در گوشه‌های دیگر افغانستان مکان خدمتشان را ترک کرده بودند برگشتند. مشاور امنیتی طالبان را مسئول ناآرامی‌های اخیر این کشور عنوان داد. توقع مردم افغانستان این بوده که بعد از خروج نیروهای امریکایی و دیگر کشورها بانه برای جنگ به تداوم جنگ برای طالبان نمیمانه و باید اینا اوربند کنن، بیاین از راه مذاکرات، از راه صلح مشکلات خود حل کنن. مگر متاسفانه شما میبینین که اینا بجای ازی یک جنگ نااعلام شده را آغاز کردن، جنگ تشدید دادن. فرار بیش از 1000 افسر و سرباز افغان به تاجیکستان این جمهوری سابق شوروی آسیای مرکزی را به قبول چاره‌های امنیتی وادار نمود. روز 5 ایول پرزیدنت تاجیکستان دستور داد که برای تحکیم نظارت مرز با افغانستان 20,000 افسر احتیاطی به این منطقه سفربر شوند. روسیه که در تاجیکستان پایگاه بزرگ نظامی دارد، وعده داده است که در حال ضرورت آماده است برای تحکیم نظم و ثبات در مرز اقدام کند. یک وکیل مردمی افغان به خبرنگار رویترز گفته است که از 28 ناحیه شمال افغانستان 28 تاش تحت کنترل طالبان قرار دارند و از جمله 3 ناحیه بدون مقاومت به این جنبش اسلامی تسلیم شده است.